Rahim Production. چکر مرده؟ میرزم نه چای گیره چکر نخ کجا رفتن کجا نرفتن بیا مخبر از مرده جا زنال رابع شرم نمیکنی اخ چی با مرده؟ کاری که امروز نسبت مادرم کردی شرم نمیکنی اخی مردک من چیکو کردم؟ ای روز من همه خونه آمدم و چشم و احمر چشم دیدن نکرد ای سهر تا بگه اگر سگ باره بجم دای خونه با کارشم میکنم چشمو همین وقت ساعتی که شما میبیاین یا کارتشکا میگیره یا پیاز میگیره با یک بهانه بالای در میره که فقط گنده کنه مرا ای مرده کدام روزه میشه که در نزد همسایه شرمنده میشین چه شرمنده؟ آخه این مادرتون در روی حوله تورد میکنن مادری من؟ بله در نزد نبیره ها نه مردک جان من میدونین چی؟ با فکر مادر شما کسلی رویشتگیه آخه مادر شما کارهایی میکنه که با زبانم گفته نمیتونم آخه مردک روز میشه که یک همسایه ای درد روی در نزد همسایه شرمنده میشیم آخر روزهای آخر مادر شما از عقل بیرون شدگیه نه او این خیلی نبود که آخه مردک جان آخه گفته نمیشه کارایی میکنه که با زبانم آورده گفته نمیتونم مادری من؟ بله مردک آخه آدمیه یک حق همسایه ای در روید با او اول مادر شما رو بیند شرمنده میشه خیلی چکار کنم زنک مادر است سین سالش با یک جای رسیدگی شما باید فهمه که آخه همون رو میگو مردک جان بینین که زمانه چه خیلی ترقیات یافتگیه شرایط نغز داریم هم میبریم مادر رو توبت میکنیم هم استراحت میکنه ایستو ها این گپ از دهان شما بر اومد؟ آخه بین مردک جان که هم خانه مایده هم در این وقت کودک عصباش خیلی مونده شده بهترین فکر کدام آسایشگاه را انتخاب کنیم؟ آسایشگاه نه مردک جان ها با یگان جای سستر هست؟ شما راضی شوید من شناس دارم من راضی همین مادر ما در کجایی که نقد میشه جای استراحتگاه باشه من راضی کجا بریم شم؟ من شناس دارم مردک جان من حاضی زنگ میزنم شم خانه پیران سالون میبریم شم چی؟ آخه تو مادری مرا خانه پیران سالون میبری؟ آخه مردک جان من در حیات یک مادر دارم تو خانه پیران سالون میبری؟ من یک سکون پیش در تو باور کردم دستی تره قپیدم با همین خاطر آخه مردک آسایشگاه جای دمگیری شما هم جای برای نسبت مادری ما ای زنکی بیعقل هیچگاه حیاتت نبرو درن همیجا جا که در حیات من یک مادر دارم من پدر دیدگی نیستم یک خواهر معیوب دارم هیچگاه من برای شما در نیمه راه نمیپرتم صد افسوس که من به گپ تو باور کردم من میدونم که اکثریت زنها شما همین خیلی مادر رو از فرزند دور میکنین تو میدونی که تا وقتی تو در زندگی من نبودی نسبت من مادر من چه خیلی زحمت کشید چه خیلی عذابا کشید که مرا تا این روزا کلان کرد حیفی قدر باوری که من نسبت تو کرده بودم ای گپاش ای رفتاراش معلومه که دل ایره یافته نمیشود حاضی بستک
معلومه که ای کمپیر و ای خواهر مسلقش احمق خلاصی ندارم. از بستک در این خونه یا کمپیر میسته یا ما میستم. مرا زهره میگن. حاضبه میبینی. من کلینی خونم. شفا بخش در کره چی کلید؟ یک دورو اتیم که پشتمانم رو از بند دارم.